تقیه یا نفاق روافض با اهل سنت. بعد بلا فاصله میفرمایند نسبت به تقیه: و علیکم به مجاملت اهل الباطل. نفرمود اهل شرک، نفرمود اهل الکفر. اهل الباطل یعنی کی؟ یعنی غیر معتقد به ولایت امیرالمومنین در جرگه مسلمانان. فرمود بر شما باید به مجامله با اینها، یعنی با رفتاری زیبا باید با اینها مدارا کنید. تحمل الزیم منهم، اونا ظلم بر شما میکنن، شما سعی کنید بردباری نشان بدید، تحمل کنید. با اونها وارد منازعه نشوید، این دستور امام صادق است. و دینو بینکم و بینهم، روش شما در بین خودتون با اونها به تقیه باشد. پر اون منازعه پیش می آید، اما دینو بینکم و بینهم به تقیه. فان الله امرکم بالتقیه، خدا هم کرده شما رو به تقیه. امام حسین که مظهر آزادگی و شجاعت است، 10 سال بعد از شهادت امام حسن در زمان معاویه زندگی میکردن. معاویه میآمد به مدینه، امام حسین به استقبال او میرفتن تا خارج مدینه، مجبور بودن میرفتن، جوایز معاویه هم قبول میکردن. معاویه میرفت اون منبر، امام حسین هم میشن کنار که بله ابو عبدالله هم تایید فرمایش ما رو میکنن. چی بگن؟ همون امام حسین مظهر آزادگی. التقیة دینی و دین آبایی. در عقیده شیعه پنهان کردن دین و کتمان حق عبادت است. دروغ نزد همه انسانها، حتی کسانی که هیچ دین و مذهبی ندارند، قبیح و ناپسند است. اما نزد شیعه بهترین عبادت به شمار می رود و کسی که از دروغگویی پرهیز کند بی ایمان و بی دین است. چنان که به دروغ از امام علی رضی الله عنه روایت کردند که فرمودند: التقیة دینی و دین اهل بیتی، تقیه دین من و دین اهل بیت من است. مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 252. و نیز از امام باقر رحمه الله به دروغ روایت کردند که فرمودند: التقیة دینی و دین آبایی ولا ایمان لمن لا تقیة له، تقیه دین من و دین پدران من است و هر کس تقیه نداشته باشد ایمان ندارد. من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 127. همچنین از امام صادق رحمه الله به دروغ روایت می کنند که ایشان فرمودند: لو قلت ان تارک التقیة کتارک الصلاة لکنت صادقا، اگر بگویم تارک تقیه مانند تارک نماز است سخنی حق گفتم. من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 127. الله متعال در بعضی از شرایط خاص و اضطراری برخی از محرمات را به قدر حاجت جواز داده است. به عنوان مثال در آیه 173 سوره بقره برای فردی که از فرط تشنگی و یا گرسنگی در حال هلاک شدن است و غذایی حلال در اختیار ندارد، خوردن شراب و یا گوشت خوک به قدر حاجت جواز داده شده است. همچنین یکی دیگر از این موارد اجازه کتمان حقیقت برای مسلمانانی است که در برابر کفار و مشرکین از جان خود بیم دارند. الله متعال در این باره می‌فرماید: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نباید مؤمنان کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند و هر کس چنین کند در هیچ چیز بهره ای از رحمت الله ندارد مگر اینکه به نوعی از آنها تقیه کنید و الله شما را از خود برحذر می دارد و بازگشت به سوی اوست. قرآن کریم تقیه را فقط در هنگام ترس از جان در برابر مشرکین و کفار جواز می دهد، اما روافض تقیه در برابر مسلمین را جزئی از شروط ایمان می دانند. حال باید پرسید
1. آیا شما اهل سنت را کافر و مشرک می دانید که در رفتار با آنان دست به تقیه می زنید؟ و یا مسلمان دانستن اهل سنت نیز یک تقیه است و با کتمان حکم کفر اهل سنت به دنبال حفظ جان خود هستید؟ شما که معتقدید ائمه علم غیب داشتند و از سرانجام تمامی امور عالم با خبر بودند و دقیقاً می دانستند که در کجا و چه موقع وفات نموده و یا توسط چه شخصی به شهادت می رسند، پس با داشتن این علم غیب تقیه برای امامان چه معنایی داشته است؟ زیرا تقیه برای حفظ جان است و چنانچه شخصی یقین دارد که خاص الله برای او در برابر دشمن چگونه خواهد بود، پس دیگر تقیه چه سودی خواهد داشت؟ 3. هنگامی که مردم در خواب غفلت به سر میبرند و امامی که او را در ابلاغ دین نایب پیامبر میدانید نیز به خاطر مصلحت حق را کتمان می کند، پس چه کسی حق را به مردم معرفی می نماید؟ و امامی که حق را به مردم تعلیم نمی دهد چه سودی برای امت خواهد داشت؟ 4. ائمه در گفتارها و کردارهای خود مشخص ننمودند که کدام یکی از آنها از روی تقیه بوده و کدام یک از روی تقیه نبوده. پس شما چگونه مشخص نمودید که این کار و یا گفتار امام بنابر تقیه و این کار و گفتار امام بنابر غیر تقیه بوده است؟ الله متعال پیامبران علیهم السلام را چنین ستوده است که ایشان در تبلیغ دین از هیچ کس نمی ترسیدند و از تقیه کار نمی گرفتند. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. کسانی که پیام‌های الله را می‌رسانند و از او بیم دارند و از احدی جز الله کمترین هراسی ندارند و مسلمانها را به راستگویی و صداقت امر نموده و می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید و سخن راست و درست بگویید. در این آیه الله متعال ما را به راستگویی امر می نماید و تقیه امری منافی با راستگویی است، بلکه تقیه همان دورویی و نفاقی است که الله متعال در وصف صاحبان آن می فرماید: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وقتی منافقان با مؤمنان روبرو می شوند می گویند ایمان آورده ایم، و وقتی با سران شیاطین صفت خود خلوت کنند گویند ما با شما هستیم، جز این نیست که ما تنها مسخره کننده مؤمنان هستیم. علاوه بر آنچه گذشت، اگر سیرت ائمه را بررسی کنیم کاملا واضح و آشکار است که گفتار و کردار آن بزرگواران کاملا مخالف با مبدأ تقیه بوده است. جنگ امام علی رضی الله عنه با مخالفین، قیام امام حسین رضی الله عنه بر علیه یزید، دعاهای انقلابی امام سجاد رحمه الله علیه ظلم و ظالمین، برگزاری حلقات درس در مسجد نبوی توسط امام باقر و امام صادق رحمهم الله و تربیت نمودن هزاران شاگرد بدون خوف و هراس و اعتراضات امام موسی بن جعفر رحمه الله به خلیفه عباسی هارون الرشید و به دنبال آن تحمل سالهای زندان، از جمله اموری است که با مبدأ تقیه هیچ نوع سازگاری ندارد.
در پایان باید گفت آنچه روافض آن را تقیه نامیده اند فقط وسیله‌ای برای فرار از حق و حقانیت و توجیه و عدم پذیرش آن است.